دین چیست؟ دین یک ابردستگاه نشر اکاذیبه. دین یک صنعت پردرآمده برای افرادی خاص که با تبلیغ اون سالانه درآمدهای میلیارد دلاری کسب میکنن. این پولها با شستشوی مغز انسانها از بدو تولد و با رضایت کامل از اونا اخاذی میشه. دین با وعده زندگی مرفه بعد از مرگ در بهشت و با هشدار و ترساندن زندگی عذاب‌آور در جهنم از فکر کردن انسانها به حقیقت جلوگیری میکنه. اگه کیهان آفریدگار داشته باشه، اون آفریدگار آزادی رو آفریده و دین بندگی رو. اصلا بندگی یعنی در بند بودن، یعنی در اسارت بودن. بندگانی که بعد از شنیدن حقیقت همچنان به دین خود پای بند میمونن، اسیرانی هستن که به زنجیرهای اسارتشان بوسه میزنند و به زندونی که توش اسیرن عشق میورزن. خدا باوری از روی نیاز انسانه، اما دین باوری از روی جهل و ناآگاهی. متاسفم، دین یکی از کثیف‌ترین بیزنس های تاریخ بوده و هست.